سلام دوستان، یک رباتی آوردیم امروز براتون به نام ATF که با خرید ماینر میتونید کسب درآمد بکنید. رباتی که الان میبینید ما استارت میکنیم، به چند لحظه وایسیم تا ربات بیاد بالا و نحوه کار کردن رو به شما آموزش بده. خب این ربات ATF هستش که شما با خرید ماینر و انجام تسک‌های روزانه میتونید ارز ATF استخراج بکنید و انتقال بدید به کیف پول تونکیفرتون و اونجا میتونید یا خود ارز رو بفروشید یا سواب کنید به ارزهای دیگه. برای شروع کار شما ابتدا باید کیف پولتون رو متصل بکنید که از این قسمت بالا شما میتونید کیف پولتون رو متصل کنید. وقتی کیف پولتون رو متصل بکنید در قسمت پایین یه گزینه میاد به نام استارت که وقتی استارت رو بزنید اینجا شمارش برای شما شروع میشه. خب در این قسمت شما مقدار ارزی که استخراج کردید و مقدار ارزی که به کیف پول منتقل کردید رو نشون میده و در قسمت بالاتر لول شما نشون داده میشه و برای برداشت این ارز میتونید از گزینه کلایم استفاده بکنید که در این قسمت نشون داده میشه. الان کلایم رو بزنم استخراج من 0 میشه. همونجوری که مشاهده کردید کلایم انجام شد و مقدار استخراجی من 0 شد و به ولت خود برنامه رفت. و از قسمت پروفایل میتونید برداشت انجام بدید. از این قسمت پروفایل وقتی پروفایل بزنید قسمت ویددراو هستش. ویددراو که بزنید اینجا نوشته که باید حداقل 500 تا EFT داشته باشید، ATF داشته باشید و کارمزدش هم 70 تا ATF هست. وقتی اینجا مقدار رو وارد میکنید و کانفرم رو میزنید. خب قسمت هیستوری نگاه بکنید. من قبلا یه 209 تا ATF برداشت زدم و یه 169 تا و همچنین یه 303 تا و یه 100 تا و 100 تا من اینجا برداشت زدم و میتونیم بریم توی کیف پول تونکیپر نگاه بکنیم. خب این کیف پول تونکیپر من هستش. شما ATF منو میبینید 3000 خورده ای من داخلش دارم. خب من اینو بازش بکنم. خب شما نگاه بکنید یه 1500 تا اومده، یه 139 تا و 350 تا و 139 تا و این 99 خورده ای همون 100 تا هستش که من برداشت زدم و کارمزد کم شده و 99 و 65 تا برای من واریز شده و اینا رو میبینید که به این صورت برای من واریز شده توی کیف پول. و الان این ارز قیمتی هم که داره خیلی پایین هستش ولی خب میتونید نگه دارید و ماینر بگیرید. از این قسمت فرنز هم میتونید کد دعوتتون رو بردارید و برای دوستانتون بفرستید و بابتش 10 تا ATF پاداش بگیرید. از قسمت ماینر به صورت اتوماتیک وقتی شما ATF هاتون رو نگه دارید و نفروشید خودش لول آپ میشه و میره بالا. و در قسمت الان من لول 18 هستم که اینجا 8319 تا ATF استخراج کردم و لول 18 برای من خودکار اتوماتیک بار فعال شده و برای لول 19 من باید 8319 تا که ATF دارم خودم باید 8650 تا استخراج بکنم که باقی مونده 330 تا دیگه استخراج بکنم لول 19 من خودکار آپدیت میشه. ولی
میتونید از اینجا با لولی که بزنید میتونید توکن ETF رو بخرید، واریز بکنید و زودتر لولتون رو ببرید بالا. کسی هم نخواست میتونه رایگان استخراج بکنه و لولش رو ببره بالا. وقتی لول میبرید بالا سرعت استخراجتون هم میره بالا. امیدوارم که دوستان این ربات استخراج ارز ETF رو انجام بدن و به صورت رایگان درآمد کسب کنند.